من یه کودک 14 سالم و بچه روی BTS و کسایی که فنشونم غیرتیم. هر شب قبل خواب با دوستم نازنین پشت سر منتقدا کسشر میگفتیم. از اونجایی که مامان و بابام شبا کار میکنن، من خونه تنهامو میتونم به هیترها حسابی فحاشی کنم. بینم کیر میکنم تو کستنانت. خب دیگه، وقت خوابه. در حال خوابیدن بودم که کمی با خودم فکر کردم. آیا من تو زندگی چیزی کم دارم؟ آیا روش زندگی من درسته؟ پس با صدای اذان صبح شروع به نماز خوندن کردم و گفتم الهی راه درست را به من نشانده. یه دود سبزی کل واحد و فرا گرفت و شخص آرام آرام داشت ظاهر می شد. پشمام، بابام شرکه. فرزندم، من از طرف خدا آمدم. من میخواهم به تو دانایی دهم. پشت کن، من آمادم. گریه نکن که اشکات برای منی درده تحملی غمی. بعد از تزریق دانایی خوابم برد. شرک بوسم کرد و گفت خوب بخوابی قند اصلم. ایشالله یه روزی پدرتم میشم، پس آگاه شو. شرک عشقه؟ شرک زندگیه؟ نه، شرک یک الهه است.